امروزه نام میستی کوپلند با ثروت، شهرت و صحنه‌های با شکوه باله گره خورده. شاید فکر کنید او همیشه همینطور زندگی کرده، اما این تنها یک بخش از حقیقت است. سالها قبل او تنها یک دختر بچه بود که همراه مادر، خواهر و برادرهایش در یک اتاق موتل زندگی می‌کرد. زندگی پر از فقر، بی‌ثباتی و نگرانی برای فردا بود. در 13 سالگی وقتی برای بسیاری از رقصنده‌ها دیر محسوب می‌شود، او اولین قدمش را روی زمین سخت باله گذاشت، جایی که خیلی‌ها باور نداشتند بتواند موفق شود. اما چیزی در وجودش بود: استعداد، پشتکار و نوری که همه را شگفت زده می‌کرد. تنها چند ماه بعد توانست نقش اصلی یک اجرای محلی را به دست بیاورد. در همین زمان مشکلات خانوادگی ادامه داشت. میان مادرش و مربیانش اختلاف بود. خانه برای او جایی ناآرام بود، اما او تصمیم گرفت رقص را رها نکند. در سال 2000 رویایی که برای هزاران رقصنده دست نیافتنی بود برای او محقق شد: پیوستن به کمپانی مشهور امریکن بالت تئاتر. اما ورود به این دنیا آسان نبود. او تنها یکی از معدود رقصندگان سیاه‌پوست بود. دنیایی که قرنها در انحصار سفیدپوستان بود، حالا به او چشم دوخته بود. سرانجام در سال 2015 میسی کوپلند به اولین زن سیاه‌پوست تاریخ تبدیل شد که مقام پرینسیپل دنسر را در امریکن بالت تئاتر به دست آورد. امروز او نه تنها یک ستاره جهانی است، بلکه الهام بخش هزاران دختر و پسر جوان در سراسر دنیاست. نسلی که با دیدن او باور می کند از هیچ می شود به همه چیز رسید. این داستان میسی کوپلند است، دختری که از یک اتاق کوچک موتل به بزرگترین صحنه‌های جهان رسید. یادآوری برای همه ما که هیچ مانعی نمی‌تواند جلوی رویای واقعی را بگیرد.